جای دیدنش که خب زیاده. اون گشت دور جزیره از خونه وارونه بگی، خونه گربه ها بگی، جزیره آختاما بگی و کل بازارهایی که حالا توی وان بوده. فوق العاده عالیه، دیسکو داره، بزنه و رقص داره و توی خیابونم که راحتیم. ما یه هفته‌ای هستش اومدیم وان، خیلی عالی بود، لحاظ قیمت‌ها، لحاظ آدماش، اصلا خیلی عالی، احترامی که میذارن بهمون، لحاظ آداب معاشرتشون فوق‌العاده است. همپای ایرانی‌ها هستن. از ایران اومدم وان تا جای دیدنیشو ببینیم. تقریبا یک هفته میشه الان اومدیم. چطوریه شهر وان؟ چطوریه؟ من حقیقتش تقریبا برج 6 شهریور پارسال استانبول بودم. نسبت به اونجا خب یه خود کیفیت‌ها شاید پایین‌تر باشه، ولی از نظر غذایی، از نظر پوشاکی و گشت گذار عالیه، فرقی نمی‌کنه تقریبا. خوش گذشت حالا تو این یک هفته. قلعه وان رفتیم، دریاچه وان رفتیم، غذاهاشون هم که کباب ترکی خوردیم. حالا یه دو سه نوع کباب داشتن که اسمشون شاید حالا بلد نباشم، ولی باقلوا خوردیم، باقلوای ترکی. بعد از خدمت شما که همین بستنی معروفش رو خوردیم، بستنی ماراش. قیمتش هم نسبت به تهران با توجه به اینکه شما داری جنس ترک برمیداری خیلی بهتره. Van'da iş yemek yapıyor, İrani yemek yapıyor, 10 yemek var. Van'da çok güzel, daha güzel. Milletin çok iyi. İranlılar burada alışveriş, bir tane AVM var, büyük alışveriş var. Geziyor Edremit. Burada elbise çok iyi, cinsin çok iyi, daha iyi. Mesela İran elbise iyi ama burada Türkiye çok iyi. Cinsin para çok iyi. Çünkü cinsin iyi, para iyi. Beraber. اومدم شهر وان، با تور اومدم برای کار. ما نمایشگاه داشتیم، من آموزش میدم بیوتی رو و نمایشگاه که اومدیم دیدن از شهر وان کردیم. فروشگاه خیلی عالی، غذاها اسکندر کباب، قطاب، باقلوا عالی، مردمش عالی عالی، مردم وان و لباس هم خیلی قیمت payın. Mersi Asamet. İran'dan gelmişim. 2 günlük gelmişik. Van çok güzel şehirdi. Vaقعا güzel şehirdi. Lezzet yapardık. Gördük hamı yeri. Yeri gezdik. Sahile gitmişik. Nemaişgah'a gitmişik. Çok keyifli. Ben özüm İran'da salonum var. Ona خاطر gittik. Oradan خرید elədik. Çok yaxşıydı. Çok qiymetlər yaxşı. از ایران زاهدان اومدیم. بعد 3 روز هستش اومدیم اینجا. خوب بود، به خصوص برندهای خود ترکیه، خارج همشون خوب بود. ما خیلی خرید کردیم، از خریدامون هم واقعا راضی هستیم. به خصوص لباساشون خیلی نخ داره، این خیلی خوبه. Thank you.